بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوشحالم که اینجام و خیلی بیشتر خوشحالم که الان میخوام بهتون 0 تا 100 سناریو نویسی رو آموزش بدم که برید اجرا کنید و بترکونید. همونطور که میدونید من فاطمه کشتکار هستم، کسی که برای اولین بار در ایران محصول خفنی به نام مانی باکس رو طراحی کرده. شمایی که دانشجوی مانی باکس هستید و مانی باکس رو دارید، بحثتون با همه فرق میکنه. شما قراره از این به بعد هدفمند زندگی کنید. قراره دستتون توی جیب خودتون باشه. قراره رئیس خودتون باشید. قراره با آدم‌های مهمی نشست و برخاست کنید و قراره حسابی پول در بیارید و با درآمد خودتون مسافرت برید، خرید برید، حتی ماشین و خونه و اون گوشی که دوست داریدم با درآمد خودتون بخرید. آخه شما ترجیح دادید به جای اینکه پولتون رو یک جای دیگه الکی خرج کنید، آموزش بخرید که با این آموزش بتونید هزاران برابر اون پول رو در بیارید. اما اونی که این دوره رو نداره همچنان سردرگمه، همچنان اون فشار مالی روش هست، همچنان اون محدودیت رو داره چون یکی دیگه داره خرجشو میده و هی میگه از فردا، از سال بعد، اما هر چی میگذره بد و بدتر میشه وضعیتش، چون مسیر رو بلد نیست، چون آموزش ندیده. پس خلاصه خوش به حال هر کسی که مانی باکس رو داره. چرا؟ چون توی مانی باکس علاوه بر آموزش 0 تا 100 سناریو نویسی، یه باکس هم تحویل میگیری، دم در خونه تحویل میگیری که توش 2 دفترچه، خودکار و جا کلیدی، ضمانتنامه و تعهدنامه و ویژن برده. بذارید من اینا رو بهتون نشون بدم. 2 دفترچه‌ای که میگم خیلی خفنه، اصلا نگم ازش. دفترچه اول دفترچه ایده است. من 250 تا ایده سناریو نویسی توی این دفترچه برات گذاشتم. توی این دفترچه برات قرار دادم که 200 تاش ایده ریلزه، یعنی سناریوی ریلزه، و 50 تاش سناریوی رشته استوریه. خدایی دیگه چی میخوای؟ ببین 250 تا ایده برات گذاشتم توی این دفترچه، یعنی کارتو حسابی راحت کردم ها. حالا میریم جلوتر میفهمید که همین دفترچه میتونه چقدر براتون پولساز باشه. و این دفترچه کوچیکتر دفترچه برنامه ریزیه، چیزیه که خودم هم الان دارم ازش استفاده میکنم. این مختص بچه های سناریو نویسه، مختص دانشجوهای مانی باکسه. چرا؟ چون اینجا برات هدف مالی که گذاشتم رو باید مشخص کنی. اینجا برات پروژه های امروزتو گذاشتم، درآمد امروزت، خرج امروزت و کارهایی که باید در روز انجام بدی رو اینجا گذاشتم که بنویسی، و روتین روزانت، یعنی هر چیزی که تو لازم داشته باشی توی یه پلنر، هر کاری که بخوای در روز به عنوان یک بیزینسومن یا یک بیزینسمن انجام بدی رو من توی این برات نوشتم. حالا
ضمانتنامه و تعهدنامه‌ای که برات گذاشتم اینجوریه که من ضمانت دادم اگر تا 2 ماه کارایی که میگم رو انجام بدی، آموزش‌ها رو اجرا کنی، اما به درآمد نرسی، بدون هیچ حرف اضافه‌ای مبلغ پرداختیت برگشت میخوره. و در کنارش شما به من اینجا تعهد میدید که من دیگه تصمیم گرفتم که بشم اونی که بقیه ازش انگیزه میگیرن. اینجا شما با خودتون عهد میبندین، با اسم و فامیل خودتونم پرش میکنید، عهد میبندین که حتی شده روزی 10 دقیقه آموزشا رو ببینید، تمریناتش رو انجام بدین و برای من بفرستید. پس اینجا با خودتون عهد میبندین دیگه این آموزشا مثل بقیه آموزشا نباشه که گوشه گوشیتون خاک میخوره. این هم آموزش 0 تا 100 سناریو نویسیه و هم یک باکسیه که تحویلش میگیری. پس خیلی فرق داره با اونا. حالا چیز دیگه که خیلی قضیه رو جذاب میکنه اینه که من یک خودکار و یک جا کلیدی مختص دانشجوهای مانی باکس رو گذاشتم که با این خودکاره که لوگوی مانی باکس داره و این جا کلیدیه که هدفمند گذاشته شده. این جا کلیدیه رو گذاشتم چون میدونم اگر آموزش‌ها رو ببینید و اجرا کنید چقدر میتونید پول در بیارید. ببین درآمد از سناریو نویسی ته نداره. اینو 100% بهت میگم. اگر آموزش‌ها رو ببینی و اجرا کنی، خونه‌ای که با درآمد خودت میخری، ماشینی که با درآمد خودت میخری، یا حتی موتوری که با درآمد خودت میخری، کلیدشو میندازی توی اینجا کلیدی مانی باکس و برام عکسشو میفرستی. و روشم نوشتم هر بار میبینیش یادت بیاد چی میخوای. این انگار باید جلوی چشمت باشه، بدونی داری واسه چی تلاش میکنی. حالا از همه جالبتر یه ویژن بورد گذاشتم با عکسای خودم، نه از پینترست آوردم نه از جای دیگه، با عکسای خودمه که بدونی آقا واقعا اینستاگرام پولسازه، واقعا سناریو نویسی پولسازه. عکسای خودم هستش و قراره اینو بزنید توی اتاقتون که هر روز جلوی چشمتون باشه و هر وقت میبینیدش بفهمید آقا واسه چی دارید تلاش میکنید. بفهمید باید بلند شید همون لحظه آموزش‌ها رو ببینید و برید تمریناتش رو انجام بدید و اجراش کنید. پس اینم باید جلوی چشمتون باشه و به هر کدومش که رسیدین باید عکسش رو برام بفرستید. خب اینم از محتویات باکسمون که باکسمون هنوز آماده نشده، اما محتویات توش رو بهتون نشون دادم که بفهمید چقدر مفید و خفنه و چقدر میتونه براتون پولساز باشه. بریم بعدی. حالا چرا سناریو نویسی پولسازه و مانی باکس چقدر میتونه بهت کمک کنه؟ مطمئنا میپرسی که فاطمه تو هی میگی سناریو نویسی. خب این سناریو نویسی چیه؟ سناریو نویسی یعنی چی؟ سناریو یعنی متن، یعنی تو برای پیج خودت یا بقیه متن ریلزاشو مینویسی. به همین سادگی. مثلا ریلزای منو دیدی چه جوری برات داستان تعریف میکنم؟ خب سناریو نویسی یعنی باید داستان بنویسی براش که بفروشه، دیده بشه،
فالوور بگیره یا حتی ریپلای بگیره و کاری کنه که مخاطب تا آخر ریلز بمونه. یعنی تویی که سناریو می نویسی در واقع میشی کسی که به پیجا ایده میده، متن ریلزاشونو می نویسه تا اونا ریلز بسازن. یعنی حتی لازم نیست خودت پیج داشته باشی و بیای جلوی دوربین. ببین هر دغدغه‌ای که داشتی رو برات حل کردم. لازم نیست بیای جلوی دوربین، لازم نیست خودت پیج داشته باشی، لازم نیست خودت آموزش اینستاگرام ببینی. فقط کافیه سناریو بلد باشی، بلد باشی چجوری سناریو بنویسی که من 0 تا 100 رو قراره توی این دوره بهت به صورت کامل یاد بدم. پس خوب گوش بده. حالا پس فقط کافیه واسه یه پیج دیگه متن یا همون سناریوی استوری یا ریلزاشون رو بنویسی و تمام، پول بیاد توی جیبت. همین سادگی. چون دغدغه تمام پیجای اینستاگرام شده سناریو نوشتن، موندن دیگه چه ریلزی بسازن، موندن دیگه چه سناریویی به کار ببرن. دقیقاً دنبال تویین که با مهارتت بلدی سناریویی براشون بنویسی که بتونن دیده بشن، بتونن جذب فالوور کنن و بتونن بفروشن. چون اونا یا وقتشو ندارن بنویسن، یا ایده ندارن و یا حتی بلد نیستن. خود من وقتشو ندارم، بشینم سناریو بنویسم. یه سناریو نویس باید استخدام کنم که حالا بهتون میگم سناریو نویس نیست، سناریو نویس خوب توی این مارکت نیست و شما باید این پیجا اینستاگرام رو نجات بدید از بی سناریویی. و حالا دقیقاً میان سراغ تویی که بلدی و دانشجوی فاطمه کشتکار هستی. من خودم ادعا میکنم که متخصص سناریو نویسی هستم.